سلام بچه‌ها، به کانال انیمه فکس خوش اومدید. خیلی وقتا انیمه ها به خاطر اینکه نمیتونن به فروش قابل قبولی دست پیدا بکنن کنسل میشن و بین اونا گاهی انیمه های فوق العاده ای وجود دارن. من امروز به 10 انیمه کنسل شده اشاره میکنم که لیاقت برگشت رو دارند. شماره 10 ددمن واندرلند. همیشه شروع داستان مهمترین بخش به حساب میاد و خب ددمن واندرلند خیلی خوب داستان خودش رو شروع کرد. داستان در مورد کاراکتر اصلیه که همه فکر میکنن باعث مرگ همکلاسی‌ها شده، چرا که یک اتفاق ناگوار توی کلاسشون میفته و فقط اون زنده میمونه. بعدش این کاراکتر به یک جای عجیب نقل مکان پیدا میکنه، به یک منطقه زیرزمینی که دقیقاً مثل اسکوید گیم یک سری بازی‌های خطرناک انجام میشه و شما باید با برنده شدنشون زنده بمونید. کاراکتر اصلی میتونه در نهایت با یه دختر عجیب و غریب آشنا بشه که یک جورایی عاشق همدیگه میشن، اما در ادامه معلوم میشه این دختره کسی بود که باعث شده بود همه همکلاسیای این پسر جون خودشون رو از دست بدن. و خب اگر منتظرید بدونید چرا دختر دست به همچین کاری زده بود، باید بهتون بگم که نمیتونین، چرا که فصل دوم این انیمه کنسل شد، چرا که فصل اول اون علیرغم اینکه داستان جذابی داشت نتونست به فروش بالایی دست پیدا بکنه و به همین دلیل سازنده‌ها دیگه نمیخوان فصل دوم این داستان جذاب رو درست بکنن. شماره 9 بوتوم. خب داستان بوتوم یه ذره براتون آشناست، چرا که شما رو یاد سورد آرت آنلاین میندازه، مخصوصا فصل اول اون. توی بوتوم یه بازی سه بعدی خیلی جذاب آنلاین عرضه شده و به همین دلیل افراد زیادی وارد اون بازی میشن، اما بعدا مشخص میشه که این افراد یه جورایی میتونن وارد اون بازی بشن. البته مثل سورد آرت آنلاین نیست، اونایی که بازیشون خوبه رو به یک جزیره عجیب و غریب میبرن و بعد اونجا یک بتل رویال ایجاد میشه که شما باید با برنده شدن این بتل رویال از اونجا نجات پیدا بکنید. که خب انیمه های دیگه هم با این مبحث وجود دارن، اما بوتوم با توجه به انیمیشن های فوق العاده ای که داشت و نبردهای جذابی که در اون شکل گرفته بود، شانس اینو داشت که توی فصل دوم هم سراغ ما بیاد، اما متاسفانه از اونجایی که فروش بالایی نداشت نتونست به این موفقیت دست پیدا کنه. کاراکتر اصلی که انقدر بازیش خوب بود همه فکر میکردن اون قرار نفر اول بشه و حتی سازنده های بازی از قصد براش یک سری چالش های سخت‌تر درست میکردن تا اون رو حذف بکنن، اما اون با شکست دادن این چالش ها همه رو داشت سورپرایز میکرد. خیلی حیف شد که ما نمیتونیم ببینیم آیا اون بالاخره میتونه از این جزیره فرار بکنه یا نه. شماره 8 گیت. در سال 2016 یه انیمه اومد که خب تقریبا با هر چیزی که تا الان دیدید فرق میکنه. توی اکثر انیمه ها اینطوریه که کاراکتر اصلی یک نوجوانه تا شما بتونید باش ارتباط برقرار بکنید، اما توی گیت کاراکتر اصلی یک آدم بالغه، یک کسی که اونقدر قدرت‌های افسانه‌ای نداره، اما اتفاقی که داخل این انیمه میفته به نظر من خیلی جذاب میتونه باشه، چرا که به انسان‌هایی که دارن در عصر مدرن زندگی میکنن یهو یک سری دشمن که سلاح‌هاشون قرون وسطایی طوره حمله میکنن، یعنی با سپر و نیزه و خب بعضیاشون سوار اژدها هستن و به نظر من این خیلی کانسپت باحالیه که یه طرف توپ و تفنگ دارن و دارن با طرفی که اژدها دارن مبارزه میکنن. شما رو یه جورایی یاد بازی‌های استراتژیک میندازه. این انیمه به حدی خوب عمل کرد که فصل دوم رو برای اون ساختن، اما سازنده‌ها گفتن چون درست کردن این انیمه ها خیلی زمانگیر بود و هزینه زیادی رو ازشون میگرفت و اونا استودیوی بزرگی نبودن، بعد از اینکه فصل دوم گیت تموم شد این انیمه رو کنسل کردن بدون که ما بدونیم پایانش بالاخره چی میشه. شماره 7 بیلزابات. بیلزابات یک انیمه خنده‌دار و احمقانه است و معمولا این انیمه ها خیلی خوب عمل میکنن. بیلزابات در مورد یک پسر بچه کاملا لخته که میخواد برای خودش پدر و مادر جدید پیدا بکنه، اما یه موضوعی وجود داره، اون خیلی قدرتمنده، وحشتناک قدرتمنده، به حدی که حتی میتونه پادشاه جهنم بشه و همین قضیه برای اون مشکل ایجاد میکنه، چرا که آدمای زیادی هستن که میخوان قدرت این بچه‌ها رو مال خودشون بکنن و اینکه افرادی هستن که از قدرت اون میترسن و به همین دلیل سعی دارن اون رو نابود بکنن، اما همشون وقتی که دارن با این بچه مبارزه میکنن شکست میخورن و به صورت تحقیرآمیزی میبازن. خب این انیمه خیلی خوب عمل کرد و حتی فروشش هم قابل قبول بود. میدونید چرا کنسل شد؟ چون خیلی باور داشتن این که شما یک بچه رو همش میگیرید لخت نشون میدید باحال نیست و به همین دلیل فصل دوم اون به هیچ عنوان ساخته نشد. شماره 6 No Game No Life. انیمه No Game No Life در مورد خواهر برادریه که خیلی توی بازی‌های مختلف مهارت بالایی دارن، تا اینکه یک روز یک خدا اونا رو به بازی شطرنج دعوت میکنه و اونا میتونن این خدا رو هم شکست بدن. بعد از این اون خدا اینا رو به یک دنیای دیگه میکشونه، دنیایی که همه اتفاقات بر اساس بازی و شرط بندی رخ میده.
یعنی افرادی اونجا هستن که سرنوشت کشورهای مختلف رو با بازی کردن رقم میزنن. تا زمانی که شما شرط بندی میکنید و برنده میشید مشکلی براتون پیش نمیاد. امکانش هست که شما تو یک روز بتونید با بازی کردن یک قلمرو رو مال خودتون بکنید و روز بعد از اینکه توی سنگ‌ها از قیچی باختید اون قلمرو رو از دست بدید. و خب همچین اتفاقی هم داخل انیمه رخ میده. این داستان کاملا متفاوت بود و به نظر میومد که میتونه طرفدارا راضی نگه داره، اما فروش انیمه اونقدر بالا نبود که سازنده ها ترغیب بشن فصل دومی رو برای این انیمه بسازن و به همین دلیل اونا ساختش رو متاسفانه کنسل کردند. شماره 5 نوراگامی. داستان انیمه نوراگامی خیلی جالب و یه ذره آشناست. نوراگامی در مورد یک خدای جنگیه که دیگه از جنگیدن خسته شده. بعد از این همه قتل و درگیری اون حالا میخواد به عنوان یک انسان معمولی زندگی کنه و خب به دنیای انسان ها میاد. اونجا میفهمه که از کمک کردن به بقیه چقدر حس خوبی بهش دست میده و به همین دلیل وظیفه خودش رو میذاره تا اونجایی که میتونه به همه کمک بکنه. اما از اونجایی که اون در گذشته دست به کارهای وحشتناکی زده و افراد زیادی رو کشته، زندگی گذشته‌اش ولش نمیکنه و خب دشمنایی هستن که میفهمن اون حالا تبدیل به یک آدم معمولی شده و بهش حمله میکنن. اگر این داستان یه ذره براتون آشناست باید بهتون بگم که خب یک جورایی شبیه بازی گاداوار سال 2018 میمونه و تا حالا 2 فصل از اون عرضه شده. فصل اول 4000 تا نسخه فروخت و فصل دوم 1500 تا نسخه و این عددا خیلی پایینن. هیچ دلیلی نداشت تا بتونن این انیمه رو دوباره ادامه بدن. و نکته جالب میدونید چیه؟ اینکه سازنده‌های گاداوار گفته بودن بخشی از داستان این بازی رو از روی این انیمه الهام گرفتند. شماره 4 ماجی. اما خب داستان ماجی به نظر من میتونه برای کسایی که در خاورمیانه و میدونید ایران زندگی میکنن جذاب باشه، چرا که یک جورایی میاد به اساطیر این منطقه اشاره میکنه. خب داخل این انیمه کاراکترهای معروف زیادی وجود دارن، مثلا سنباد که قدرت خیلی زیادی داره. اون حتی میتونه تاریخ رو عوض بکنه و اتفاقات رو جوری رقم بزنه که توی تاریخ اتفاق نیفتادن. اما اون کاراکتر اصلی ما نیست. کاراکتر اصلی پسری به اسم علایالدینه که شاید به اندازه سنباد قدرتمند نباشه، اما اگر به تمرینات خودش ادامه بده میتونه حتی از سنباد هم قوی تر بشه. خب همه این افراد دارن در قلمرو پادشاه سلیمان زندگی میکنن و هدفشون اینه که یک پادشاه خیلی خفنی رو بار بیارن تا بتونه انسانها رو به شکوه و عظمت برسونه. کاندیداشون کیه؟ علی بابا. اونا سعی میکنن علی بابا رو آماده بکنن. خب همونطور که گفتم همه این کاراکترایی که تا الان بهشون اشاره کردم برای ما آشنا هستن، چرا که به خاورمیانه مربوط هستن و مبارزاتی هم که داخل این انیمه هست واقعا یه چیز دیگه است. متاسفانه 2 فصل بیشتر از این انیمه ساخته نشده که نمیدونم چرا. این در حالیه که مانگای اون تا فصل 5 پیش رفته. شماره 3 پریزن اسکول. خیلی عجیبه، یه انیمه که خنده‌دار هست و تا دلتون بخواد توش فن سرویس داره، اما فقط 1 فصل از اون ساخته شده. داستان پریزن اسکول هم خیلی جذابه. در مورد چند تا کاراکتر پسره که یواشکی داشتن توی دستشویی دخترانه نگاه میکردن و بعد از اینکه گیر میافتن اونا رو میندازن داخل یک زندان که توی مدرسه است و کسایی که دارن ازشون مراقبت میکنن همشون یک سری خانم خوشچهره هستن که خب اتفاقاتی که بین اونا میفته خیلی فن سرویسانه و در عین حال خنده داره. و تا اونجایی که من میدونم فروش پریزن اسکول فصل اولش خیلی بالا بود. اینکه چرا ادامه اون رو درست نکردن اصلا با عقل جور در نمیاد. و جالب بدونید که مانگای پریزن اسکول کاملا تموم شده ولی انیمش فقط 1 فصلی ساخته شده. شماره 2 اسلام دانک. انیمه های ورزشی شاید باورتون نشه ولی از جمله انیمه های مورد علاقه من هستم و فکر میکنم همه ما یک نگاه ویژه‌ای به اونا داشته باشیم، چون که فوتبالیستا از جمله انیمه های معروفی بود که توی ایران طرفدارای زیادی داره. اسلام دانک در مورد بسکتباله. این انیمه مربوط به یک پسر بچه میشه که به خاطر اینکه یک دختر رو تحت تاثیر قرار بده وارد تیم بسکتبال میشه، اما اونجا میفهمه که بسکتبال بازی کردن چقدر جذابه و اینطوری میشه که کلی داستان باحال برای اون رخ میده و توی مسابقات خیلی خفنی شرکت میکنه. و اگر شما انیمه های ورزشی رو دیده باشید میدونید اونا چقدر حساس دنبال میشن و هر قسمت میتونه نفس شما رو بند بیاره. این تیم رفته رفته داشت مراحل رو طی میکرد تا بتونه به قهرمانی دست پیدا بکنه، اما وقتی که انیمه به بخشی رسید که مسابقات پایانی توشون قرار بود برگزار بشه کنسل شد. چرا؟ مشخص نیست. شماره 1 هانتر ایکس هانتر. اما قطعاً معروف ترین انیمه‌ای که هنوز برای اون دنبالی نیامده و خیلی فکر میکنن که عملاً اون کنسل شده هانتر ایکس هانتره. این انیمه در سال 2011 به بازار اومد و کسایی که یه ذره قدیم‌تر باشن میدونن که اون زمان همه چیزو ترکونده بود. حکم اتکان تایتان الان رو داشت. افراد زیادی با این انیمه خاطره دارن، اما متاسفانه فکر میکنم که یه جورایی باید بیخیال ادامه باشن. چرا؟
چون نویسندش یک آدم به شدت تنبله. یوشیهیرو تاکاشی، کسی که این انیمه رو خلق کرده و تا حالا 2 بار اون رو نصف و نیمه ول کرده. دفعه اول برای اینکه خب حس می‌کرد به تنفس نیاز داره و می‌خواست کمی تفریح بکنه، و دفعه دوم به خاطر اینکه کمرش درد گرفته. از سال 2018 که این انیمه پاس شده تا الان هیچ خبری از مانگای اون نداریم، پس منطقاً خبری از انیمه هم نمیشه. و خب من هم مثل خیلی دیگه به این باور رسیدم که بی خیال ادامه هانتر اکس هانتر بشم و تصور بکنم که مثل گیم آف ترونز قرار نیست هیچ وقت تموم بشه. خب بچه‌ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم انیمه میشناسید که کنسل شده باشه اما ارزشی نداشته باشه که دوباره ساخته بشه؟ اگه توی کامنت بهش اشاره بکنید. در هر حال اگر با ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.